بیننده‌های عزیز سلام، وقت زیبای شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما فرصت داد که به خدمت شما باشیم. مکانی که شما مشاهده میکنین دوستای خوب نازنین، امروز اینجا آمدیم به مرز اسلام قلعه، به سر زنجیر نقطه صفری هستیم که برادرای مهاجر، برادرای مسافری که به ایران به کارگری رفته بودم، به مهاجرت رفته بودم، به مدت چند سال به ایران زندگی میکردم. امروز چند روز میشه که اینا هی حالت خروجی از ایران هستم. آمدیم که صحبت‌های داریم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشید. بیننده‌های خوب نازنین، طوری که پیشتر گفتم آمدیم به سر زنجیر اسلام قلعه، در کنار مسافرین عزیز هستیم که بیشتر خود معرفی میکنم. سعی کنین که از کجا افغانستان هستم، از هرات هستم یا دیگه ولایت ها مونده نباشیم. مردون سلامت باشین، زنده باشین، سلامت باشین. قربان شما، بسیار خوش آمدیم. از اینکه میفهمم شما نگران و پریشان هستیم، بازم به وطن خوش آمدیم. خیلی خوشحالم که کشور خود هرچه همین خاک اینجا، همین دولخته خیلی از اون آبادی‌ها، از اون تمیزکاری، از اون خیلی بی‌تره. یعنی واقعا ما راضییم که به کشور خود برگشتیم بعد از 10 سال. واقعا خیلی خوشحالم که آمدم. 10 سال به ایران بدیم. 10 سال به ایران. کجا ایران بدیم؟ به تهران. به تهران بدیم. خب چند ماه پیش برای شما گفتن که بعد شما از ایران اخراج بشیم، شما چی گفتید؟ از برج 12 دیگه همین تامین رسانه‌ها و فضای مجازی چوی شد که گفتم بعد بلگه سرشماری ها ایران ترک کنم. یعنی قطعی نبود. بله. بعد از برج یک دیگه مدارکام باطل شد که گفتن تا 15-4 وقت دارن بعد ایران ترک کنه. خب شما چی مدارک داشتید؟ همین بلگه سرشماری بود دیگه. بله. خب یه وقتی بگدیشت و هنوز که نگدیشت وقتیشت من تا بیامدیم دیگه نستادیم. خب تا آخر وقت. خب شما اجی کاکا به می مدت 10 سال که به ایران زندگی میکردیم نتونستین یک مدارکی قانونی رسمی بگیرین که همیشه بمونیم؟ اصلا ما به مدارکان نیاز نداشتیم، چون هر رقم باشه کشور خود با خاک خود ما از خاک بیگونه خیلی بی‌ترتره. چون هر رقم باشه این خاک مانه، خاک آدم هیچ موقع به پول نمیفروشی. اینکه مهاجر شدن دیگه از بدبختی و بیچارگی ما بود. راست میگیم. کاکا جان چند شو بر راه بدین تا اینجا رسیدیم؟ یک شو. شما جامعه کو نگشتین؟ نه خیر نه. خب کمک چیزی تا حال برای شما بشوده از این و بعد میشه؟ شما چون اینجا انتظاره حالا که بیامدم همین برگاه خود بایومتریک بکردم دیگه، هنوز کمک چیز نداره. به خاطر فامیلی میرم بعد فردا صبح میایم. ما از ولایت هرات ولسوالی قریونه. خب از قریونه. بله. خب شما طالب شما چیزی نگفت؟ نه و چیزی هم نقدی نداد؟ نه هیچی هم ندادم. نه فعلا نه. گفتم با فردا میتونیم بیام بگیریم. شلوغ بود ما خود مناسب. شلوغ بود چون خود بچه بودیم، فقط بلگه سازمان رو بگرفتن که بچه‌ها ببرن به خونه جابجا بشن. با ان شاء الله خود مال فردا پس فردا خستگی خود در کنیم باز بیام اینجا دنبال. یعنی حق شما نمی‌رسید. بعد از دور سر پنوندن مشکل نداره. بعضی از فامیلا ما آمدم گفتم که وقتی که خونه تخلیه میکنیم نصف پول میدم پرداخت میکنم، نصف پول پرداخت نمیکنم، دیره پس میکنم، آخر شما مجبور میشیم که برگردیم بیایم. از شما رقم شده؟ نه شکر خدا از ما نشده. دیگه اون بستگی به همون ایرانی‌ها داره که بعد آدم‌ها خوب یا بعد همه نمیتونی بگی خوب، همه هم نمیتونی بگی بعد. هم خوب بعد خور همه جا داره. بعد برخورد خوب داره بعد هم نداره دیگه. اصلا فامیلا ما خیلی که مثلا به خاطر این پول پیشخونه خوب بموندم نتونستم بیام. بنده خدا مثلا ندیشته تا هر چیز دیشتم بالا پول پیشخونه بوده، نتونسته پول خورم بگیره بموندم اونجا. حتی کرای راه خورم کسای ما میشناسن خود میگه کرای راه خودش ندیشته که تا مرز خود سر کنه. هم پول پیشی بوده که نتونسته بگیره حساب کنه. حالا شاید او هم ندیشته یا شاید هم لج میکنه، کسی نمیفهمه دیگه علت از او چیه که چرا پول اینا رو نمیدم، کسی نمیفهمه دیگه. خودونو میفهمم که خیر باشه، خدا در خیری بکنه. بسیار تشکر از شما، لطف کردید. وقت خود اختیار ما گذاشتیم. خیر سلامت شما. دست مدد نکنه. بیننده‌های خوب نازنین، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه در کمپ بنیاد خیری از برادرای اناردره هستن که بیشتر خود معرفی میکنم که سعی میکنه که چی مدت میشه که اینا به اینجا آمدم تشریف آوردم و چی چیزی برای مردم توضیح میکنم، برای خصوصا برای مسافرها و مهاجرین.
مانده نباشیم. سلامت باشید. سلامت هستیم. الحمدلله دعا شما خوبه. خیلی خوش آمده شما. سلامت باشیم. قربان شما. برو اول خو عرض سلام خدمت شما و تمام همشهریان عزیز. سلامت باشید. تمام تاجران خدایی به شما تقریبا 15 روز پیش شروع به کاری مثل مهاجرین که حساب وطن مثل خارج میکرد اینا از ایران ما بیام سروی کرده که چی نوع کمک به اینا میشه. بسیار بعد از حکومت سمکلان سعی کرده که فعلا دیگه غیر غذا دیگه چیزی فعلا من چی نیه مثلا غذای خام تو تجربه بزی میاسر نمیشه ما برای بیست شناخت کنه برای جا دیگه ببره ما بیام اینجا سروی کرده کلا سعی کرده به داخل کمپار رفت دیدیم حال روز مهاجرین دیدیم خیلی حساب وضع خوب نداشت اومدیم تو رئیس شورا مردم اناردار معاون شد تمام عضو هیئت ریاست شورا مدیریت شورا رئیس‌فیدام اومدیم سروی کرد اومدیم حساب کمیسر دیدیم بعد مسلمان با ما گفت هر نوع کمک بخوایم ما از طرف ما به شما کمک میشه خاص خاطر امنیت رو داره ما اینجا کم زده اینجا رفتیم مثلا په آشپزخانه ما اونجا که ان شاء الله میریم میبینیم ما روزانه تقریبا 5000 نفر تا 6000 نفر ما غذای داغ داریم غذای گرم برنج خورش گوشت اینا یک اومدنی از ساعت 11 شروع میشه تا از ساعت 7 صبح تا ساعت 11 کلا ما به حساب صبحانه داریم یک کیکس آب میوه و او معدنیه تا ساعت 11 از هم مثلا غذا گرم تا ساعت 5 و 6 هم طولانی میشه بعد از 6 میجه باز مثلا کلا این تا ساعت 12 شمیه ما تا ساعت 11 باز هم کیکس و آب میوه خورو به او معدنی خورد توزیع داریم نه یعنی کلا همین اندازه توزیع داریم ما تقریبا 12 تا 13000 نفر باز زیر پوشش داره حتی بعد از اینکه حساب است مثلا به حساب وطندارا دیگه ما اومده مثلا کلا تاجرا جفت کوش هم کسا میون کوش داره کوش میدیم کسا کمد بین لباسا هست تقریبا 5 متر تکه فروختن مثلا به اینجا هر کم یک دست لباس میده حتی بعد اطفالی که میبینیم مثلا چی هست پامپرس میده بچه اطفال دیگه رفته سعی کرد مثلا شیر نداره شیر خوش میدیم اون ببین چشم سر میبینی کلا همه چیز آماده است تا غذا تا همه چیز اینا حتی تا اون چیزا بیداشتی هم امروز حساب کلا ما توزیع داریم بسیار 15 روز میشه روز 4 5000 نفر بله 24 ساعت از طرف شب مسافر از طرف از تا ساعت 12 شمیه تا ساعت 1 شمیه و خصوص می مجردی خب اینا اینجا کجا نیه لب مرز اینجا شب چه کار میکنن اینه برادر وقتی فامیلی که هست حساب سازمان ملل که ما مثلا کمپ داره اینه فامیلی که انتقال به اونجا میشه نقطه صفر یا همون میبینید که مثلا بیرق ایران زمین جای نقطه صفریه با واقع دیگه مجردی که هست اگه مثلا نووقت ما راهرو میره مثلا سر زنجیر میره اسلام قلعه میره تو انتقال به ایراد میشه ما بیش از تقریبا 500 موتر خرد تا کلو ما به حساب انتقال به ایراد رایگان دادیم کمی تجار آورده دیگه 7 ماشین هم حساب 580 آورده تقریبا حساب انتقال به کابل داده این از پول تجار ولسوالی مردم انارداره فقط بنیاد نهاد خیری مردم انارداره بسیار تشکر از شما خداوند خیر بده مردم افغانستان واقعا مردم مهمون نوازی هم مردم وطن دوستی هم انسان دوست هم که میگذار زحمت میکشن بینندای عزیز شما هر 4 دوباره که نگاه میکنیم اینا غیر از کمک بعضا برادرها پول نقد تقدیم میکنن بعضا روزا لباس دیگه چیزا میدم خداوند اینا خیر بده بسیار تشکر از پرسنل شما از خود شما تشکر از شما که زحمت میکشید لطف کردین بسیار تشکر سلامت باشین قربان شما سلامت سلامت باشین تشکر از شما تشکر بیننده‌های عزیز برنامه ادامه داره امروز جلال جان سلام علیکم سلام مانده نباشیم برادر من سعادتمندیم ببخشیم مزاحم نون خوردن شما بشدیم سعادتمند هستین سفر شما بخیر باشه زنده باشید زنده باشید کی آمدین برادر هم الان آمدیم امروز خب چند وقت به ایران بودیم فامیلی بودیم یا نه مجرد بودیم خب چی مدت بود به ایران زندگی کردیم 7 ماه بود ایران 7 ماه
قانونی رفته بودیم. قانونی بود. خروج زد دیگه برگشت کرد. خب شما پاسپورت قانونی هم داشتیم بازم شما بیرون کردن. خروج کرد. خب گفتنی شما چیه به افغان ها ما تا به چی وقت به مملکت ها مردم زندگی کنن وطن مشوک و آباد شده گفتنی وطن من این است که وطن من آرام باشه صلح باشه یکم کاروبار پیدا بشه دیگه همه گفتنی منی است دیگه گفتنی ندارم. خب برادرایی که مجرتی از ایران رد و مرز میشم میایم برای شما چیز چاره کمک چیزی هم وعده بکردم بدادم ندادم اشتنه تا حالا خب هیچ کمک نشده. خب برای چی شما مثلا اینجا دفتر یه دست غذای نفر سه چهار نفر آمده با هم بودم سه دست غذا داد. خب تالیت نگفتم به شما که کمک چیزی میدم؟ نه هیچ کس نگفت. خب شما فقط به انتظار شیشتین که ما این بریم رو برم دیگه وطن خودم. به کجا به کدوم ولایت میشینیم؟ فاریاب. بله. خب فکر کنم که موترا اینجا هست که شما رایگان میبرن به شما اطلاع دادم بگفتن. نه هیچ کس نگفت. هیچ کس. با در طول خود میرین. حالا معلوم نیست اینجا تازه اومدم. تازه نهار میخوردم دیگه شما. بسیار خوب نوش جان شما جور و صحتمند باشین. چه ذره افتخار میکنین که به خوبی و خوشی به وطن خوب برگشتین. شما سلامت باشید دیگه اینجا خدمت مردم هستی. خدمت میکنید شب روز. سلامت باشین. بسیار تشکر از شما. قربان شما بخیر باشید. ماندن باشیم لالا. سلامت باشید. سلامت هستیم. بخیر. سلامت خوبه. قربان شما. میشه نام شریف خورم بگیم؟ نام شریف ناصر عظیمی. خب از کجا هستیم؟ از ولسوالی انجیل هرات قلعه شدینگه. خب چی مدت به ایران بودیم؟ 4 سال میشه که به ایران بودیم. 4 سال. با فامیل بودیم؟ با فامیل بودیم. قرار بودیم شب یک شنبه حرکت کنیم بیایم پنجشنبه مر گرفتم. پنجشنبه مر بگرفتم بعد از او دیروز حرکت کردم دیگه. دیروز حرکت دادم بیان من بزونه زنگ زدم اسنپ بگرفتم منتظر از اونایم که بیان. خب بله. خانواده شما مدرک چیزی نداشتین؟ چرا مدرک هم داشتیم تا 6 تا 5 وقت داشتیم. خب ولی گفتن دیگه اینا نمیچنه. حتی از دم خونه بدیدم که خود ما برفتم به دم خونه زنگ میزدم. مردا اینا نبود گفتم شو میایم با زن و بچه اینا همه بیرون میکنه میبرن. کلن فامیلی حتی بیرون میکنن. خب شما نگفتین که برای من تو به دم خونه ما هر چی گفتیم از این که میرم با زن بچه. حتی ما تا اردوگاه برد گفتم زن بچه من خودی میبرم. گفت نه اونام که برن بعد مجردی برن. تو مجردی بری اونا فامیلی برن. انا نگذاشتم. باز میت مثلا مجردی اومدم از اینا زنگ زدم اسنپ گرفتم که منتظر اینا. حالا فعلا فکر کنم سبزوار اینا. از مشهد آمدین؟ شما را مشهد گرفتید؟ بله نه از تهران. از تهران؟ بله از تهران. چند شعبه را بدین؟ تقریبا 3 شعبه اردوگاه گردنی تنباکو بدین. 2 شام میشه که میاد. خود چرا با نگاه دارم به اردوگاه وقتی که رد میکنم که یک ذره نفس اذیت میکنم با خدا قسم. سالون بزرگی بود. بعضا نمیفهم چوغ زروقده‌ای هم سربازه از اینا. همین شوک برقی هست میای میزنم من بغل تو با کاب میزنه از این بربزی براتون میدونه به تمیز سالون خیلی اذیت میکنه. خب خیر باشه دیگه شاید یک دلیلی باشه. برای جو بازم شکر که به وطن خوب بله خیلی رزیم خیلی چه ذره افتخار میکنی که به 2 ساعت میشه که بیام واقعا دل مزنده شده. 4 سال اونجا بودم مدت 4 سال خدا شاهده. یعنی خیلی رنج بردم رنج بردم. وسیله خونه مر صاحب خونه برخته بیرون خدا شاهده. کلی انداخته 30-40 میلیون پول مرم نداد. وسیله هم برخت بیرون تپاگرد تراپله گو بیا جمع کو برو. بسیار خوب. به اینجا که آمدیم تال مردم خیر امارات اسلامی چی کمک‌های به شما کمک کردم؟ فعلا غذا مزا به ما دادم دمپی دادم به ما
دیگه بعد از اون گفتم منتظرم زن بچه خوب هستن که بیایم اینجا بریم به سازمان به شما کمک چیزی بشه مثلا. خب کمک میدم. بله یا کمک میدم. شکر بسیار بله. تشکر. چی گفتنی داریم به جوانایی که به کشورها به دیگه کشور زندگی جوانایی که به دیگه کشورها هم یعنی اینجا آدم نون خوش بخوره به وطن خوب باشه. به خدا ما مدت 4 سال خوردن تعریف کردن نیه، هر چی بخوردیم لذت نبردیم نمیگم، هیچ چی لذت نبردیم، از بهترین غذا اینا لذت نبردیم. اینجا نون دوغم بخوری فرض کو به اروپایی. به خدا قسم. بسیار تشکر از شما. لطف کنید. خدا شما خیر بده. سلامت باشید. قربان شما. مانده نباشید. خوبیم برارمه. سعادتمند هستین؟ نام شریف شما؟ وحید احمد. از کدوم ولایتین برار؟ ولایت هرات ولسوالی زندگیم. خب چی مدت سلام مانده نباشیم شما؟ سعادتمند هستین بخیرین؟ چی مدت به ایران بدین برار؟ من 6 ماه. 6 ماه. قانونی رفته بدین؟ بله قانونی رفتم. من خود پاسپورت رد مرز کردم. پاسپورت 2 ماه دیگه وقت دارم رد مرز کردم. خب بعد از 5-6 ماه. آره بعد 5-6 ماه. بمی 5-6 ماه شما پرسان چیزی نکردن دیگه؟ نه دیگه همین چند روز ما بگیری از سرکار رد مرز. خب برارم کمک چیزی هم از طرف تاجر صاحبا برای شما بشده دمی که بیامد؟ من هنوز که نرفتم داخل قرار برم. خب با کجا میدم کمک شما بگفتم؟ بله. دم از اتوبوس تا میکنم میگم برای شما بله چیزی؟ میگم داخل کمک میدم. اونجا بعد میگم بریم. بله. چند نفر بدیم شما؟ من خود مکه بودم. نه به اتوبوس چند نفر بدیم؟ اتوبوس تقریبا 40 تا. 40 نفر. تا به اینجا شما چی رقم آوردم؟ خوب بود. پول زیادی که شما نگرفتن. هم نفر 1 تومن پول شهرداری و پول چیز. ما قانونی پولین. بسیار تشکر از شما. بخیر باشیم. لالا جان مانده نباشید. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ زنده باشید. سلامت باشین. برادرم از کجا آمدین؟ ما از تهران آمدیم. خب بعد از چند وقت؟ بعد از 1 هفته. 1 هفته؟ آره. اونجا تول خوردیم دیگه. اونجا تول خوردیم. نه ها. خنده نکن، سرفدا نکن. چی مدت به ایران بودیم زندگی میکردیم؟ 2 سال از ایران. 2 سال. بله. با فامیل بودیم. بله. خب شما را اخطار دادم یا نه شما را جمعه گرفتم؟ بله اخطار دادم. چی گفتم برای شما؟ برای گفت. چی مدت ولی شما وقت دادم؟ ما 15-4 وقت دادم. تا 15 سال. خب برای میریم. کل که کد خود جمع کردیم. خب جوابش هم دیگه کمیش هم لایق خود برداشتیم دیگه نتونستیم. خب خانه که اونجا میشیشتیم چی رقم گیرو کرده بودیم؟ نه به عقب بزنی. نه از صاحب کار بود دیگه، مثلا میشتیم زندگی میکردیم کارش انجام میدیم خلاص. بسیار خوب. اینجا که آمدیم مردم خیر تاجر صاحبا امارات اسلامی تا حالا به شما چیکار کردن؟ چی همکاری‌ها کردن؟ تا هنوز دیگه همکاری کرد سابق کرد دیگه. حالا شاید با همکاری کنن با ما دیگه. ما آره تازه شما مال تا شدیم. بله همین منطقه تا شدیم. خب به داخل اتوبوس یا بیرون به شما چون اینجا برادرها زیاد هم وظیفه دارم نگفتن که شما کجا بریم چه کار میکنم چی میدم به شما؟ چیزی گفتن ولی ما بلد نیستیم دیگه. ما تازه اومدیم اینجا کجا بریم که مثلا ما کمک شو دیگه شما دیگه هیچی نداریم دیگه. خدا زی کلا لاخ کرد ما را دیگه. هیچی نمونده. خدا شاید تو وطن ما تو مزار هیچ چی رقم بریم اینجوری. از مزار هستیم شما؟ چند نفر هستیم؟ ما 2 نفر هستیم. شما و خانم شما؟ خودم خانم از 2 تا پسر دارم. 4 نفر هستیم. انشالله شما مردم هرات از اینجا همیتر رایگان با خرج شما حساب کتاب شما بریم یک معلوماتی از کمپا و از سازمان بگیریم. شما رو انشالله میبرم انتقال میدم. 34 ولایت افغانستان مردم رایگان مردم هرات مردم خیری هم شما رو انشالله انتقال میدم که مصرف چیزی از شما نکنه. چه ذره افتخار میکنین که با وطن ما افتخار میکنیم که از امارت اسلامی خواهش میکنیم که ما دمو یک کار
چیز کنه سر یک کار شویم دیگه شویم فهمیدید ملک مردم دیگه نریم آواره نشیم فهمیدید آره ما خواهشان از امارت اسلامی همی است که یک کار دما ردیف کنه که ما مثلا از ملک خود دیگه نریم بیچاره نشیم چرا چیز مردم شویم چرا ملک مردم بریم فاش بده بری ملک خود ما بهتر است که همیشه بمیریم همیشه بهتره. لالا جان شما به حیث یک جوان به دیگه کشورام افغانیام ما زندگی میکنن پیام شما خواهش شما چی از اونا؟ خواهش ما از این است که بیاین در کشور خود برگردن خلاص تمام شده بیاین چی میگن کشور مردم که لغت بزنه پدر سگ بگه مادر غبا بگه چی این باید انسان خودش فکر کنه. بسیار تشکر از شما. زنده باشید ممنون شما. سفر خوش داشته باشید. بخیر باشید. بیننده‌های عزیز در کنار یک پدری هستیم که از اینکه مستفید هستم اینا نابینایم ناتوانم که اینا از کشور ایران آمدم از اینا پرسان میکنیم که چی مدت بودم به اونجا و چند ساعت میشه که برگشتم به وطن خود. کاکا جان مانده نباشیم. سلام علیکم سلامت باشید. اول شما خوبه اجی کاکا؟ شکر خدا الحمدلله. زنده باشیم. کاکا جان چند وقت به ایران بودیم زندگی میکردیم؟ تقریبا 7 ماه بودیم. 7 ماه. زمان اشرف غنی که جنجال نکرد جلوتر اشرف غنی ببرد. 7 سال بودیم. 7 سال. بله. خب کاکا جان چند ساعت میشه آمادیم از ایران؟ ما دیروز دیروز تا اینجا گایم کاکا؟ نه دیشب همینجا. دیشب آمده؟ دیشب همینجا که دوستم ما دعوت کرده بود آمده با خونه. خب با فامیل بودیم کاکا جان؟ فامیل همون. خب تا برادرای خیر به شما کمک چیزی هم بکردن؟ تا بالی که شاید ما خیلی کمک نکردن. خب انشالله کمک میکنم. همین تو آدمای دارین که برادرها برای شما کمک میکنن. تمام همین کمپار نگاه کنیم فقط خاص برای مهاجرای مردم. ما که دست خدا را نمیکنم هر که خود به رضای خدا بدا ندم من هیچ کار نمیکنم که برم بگم با ما خیرات بده. نه خیرات گفته نمیشه. این فقط یک کمک هموطنیه دلسوزیه. بدادم میستانم ندادم برای نمیدونم. بسیار کاکا جان تشکر. وقت شما نمیگیریم برای اینکه هفته هم هست منتظر شما نم. خیر به جلو شما. بخیر باشیم. بخیر باشیم. بیننده‌های عزیز در کنار یک برادری هستیم که اینا بسیار در دل دارم و چند نفر از خانه خود شهید دادم که نمیفهمم که چی موضوع بوده چی کار بوده چی رقم بوده. مانده نباشیم لالا جان. سلامت باشین. بسیار خوش آمدیم به وطن. سلامت باشین. ما از کاپیسا آمدیم اینجا 3 روز میشه که در مرز خواب هستم. خانواده‌های بیادرای من تو فامیل در ایران بودن و اخطار داده بودشان که باید برای زودتر از اینجا برای از ایران برای بیرون برگه خروج داده بودشان. متاسفانه در بسته‌بندی اموال خود که بسته‌بندی میکنن کپسول گاز در میگیره. 2 بیادرای زخمی دولت کما بودن در شفاخانه. یک تا میمانشان 2 تا طفلش یک خانمش. باز یک میمان 2 بیادرای در شفاخانه جان بخش سپردن. 12 روز میشه در سردخانه هستن و ما اجازه نمیدن که ما داخل بریم. از منم پول نداده بابا. سیاست پنجابی بابا گریه نکوال بابا. ما رو بدور خیره همین جای افتخاره که شما به وطن خوب برگشتیم. خیره. از کدوم ولایتیم گفتیم؟ ما از کاپیسا هستم. کاپیسا. فقط کمک گیر ضرورت دارم که همین طفلا در هستن تا اینمی لحظه منتظر هستم تا اون درک ندارن. او شهیدای ما در شفاخانه هستن در دفتر دیوان میره به خاطر برگاه خروج جنازه ها کسی همکاری نمیکنه. هر دفتری که میرن اونجا فامیلای ما هستن پشت کارایشان بگردن که جنازه ها رو انتقال بدن. متاسفانه
قی پاسپورت هم که میرن میترسن میگه پاسپورت ما رو میگیره که بریم دگیر در چک پوینت ما رو تا میکنه رد مرز ما میکنه پاسپورت پاره میکنه بابا. فعلا جنازه ما در سردخانه بیش ذره هستن کسی نیست که غمشان بخوره کسی نیست که نامه‌هایشان نامه‌نگاری کنه انتقال بدیمشون بیاریمشون در وطن دفنشون کنیم. چند جنازه؟ تو تا بیادرای می بودن یک تا میمانش بود میمان ما متاسفانه که زنش ایرانی بود او همون جگه دفن شده است ولی بیادرای ما همون جگه سردخانه در بیش ذره ماندین تا امروز. شما رد کردم جنازه شما مونده. جنازه ما مانده. من خودم این طرفم از بیادرزادگی ما فهمید 9 تا بیادرزاده تو تا خانمایشون 11 نفر این میال اون طرف ماندین. تا این میل از منتظر هستم بعد از من هنوز نامدید. ما ایران دایی هستیم مملکتی که داد از رهبریت اسلام میزنه میگه من مسلمان هستم رهبر اسلام هستم از اسلام دفاع میکنم با یک مسلمان چطور دلش میگه کی کار بکنه ما جهاد اعلان میکنیم با کفر ولی کار ما کفر هم که این کار نمیکنه یک کفر دیگه در حق مسلمان این کار نمیگه ولی ما که مسلمان هستیم به عنوان مسلمان ظلمی که میکنیم در یهود و نصارا می ظلم نیست ما متاسف هستیم از این کشور به عنوان دوست ما فکر میکنم زبان ما مسلمان از درک میکنه اما امروز 12 روز است که جنازه ما در سردخانه ماندیم ما فکر ندارین سرپرست که برم از اونجا باشم بیارم برف نه کسی دیگه نمانده دیگه کل طفلا ماندین تا سر به سرپرست مانده حالا ما ایران ماندیم کی را پیدا کنیم اونجا پشت کارا بگردد تا یک قسمت کار دوستا و فامیلایی که بودن اونجا پیش بردن بعد از او گفت که ما را تهدید میکنن ما دیگه نمیتونیم پیش رفته بریم میگیره رد مرز ما میکنه حال بود در بیمارستان هم تو در چیز بیش زارا ماندین هم تو در سردخانه در تهران ماندیم خود ما اینی جگه ماندیم ما ایران ماندیم که چیکار کنیم باید خیر باشه کدام دروازه باید بریم خدا مهربان است به شما تسلیت میگیم خداوند اونا رو غرق رحمت کنه 3 روز 4 روز پشت دفتر سفارت رفتیم 20 تا عریضه کردیم این دوسیای فوتی جنازه اینی فوتیشان است برای فوتیشان است باش که من کلش براتون نشان بدم ویزا گرفتم ویزای مرا گفتن قبول نمیشه این برای فوتی است راست میگم است گرفتاریا زیاده کاکا جان دیگه در کدام وطن بریم در کجا بریم وزارت خارجه شما سعی کنیم کل جای رفتم مکتوب داد سر سفارت مکتوب داد ولی مکتوب هم نادیده گرفتن مکتوب وزارت خارجه هم نادیده گرفتن راست دیگه راست میگم خیر باشه دوستای خوب نازنین برادرای خیر بزین مسکینا بزین مسلمانا فعلا این فکر نکنه که امروز این برنامه ختم میشه تا یک افغان به ایران باشه اونا رد میکنم بزین مسکینا شما کمک کنین واقعا دل آدم اینجا کباب میشه اجلالایی که شنیدیم صحبتای اینا میگم دو برادر ما یک میمان ما به وقت جمع کردن اساس خانه ما آتش گرفته 2 برادر خود از دست دادم و یک میمانه بزین مسکینا هر برادر کمک کنه به جلو همین دوربین به سند و اسناد میانیم به همین مردم مسکین مسلمان همینا ما تسلیم میکنیم انشاءالله خداوند شما خیر بده شماره زیرنویس هم هستم ما به خدمت شما هستیم 100 بار هم اگر بخوایم شما ما به سر مرز برمیگردیم خاص به خاطر هموطنا خو وطن دوستی انسان دوستی یک خواهش من از کشور ایران دارم ما به عنوان دوست و برادر و همسایه نیک خود فکرش میکردیم ما به عنوان دوست گفته خانهش میرفتیم اگر بفهمیم خدای دشمن ما دشمنش هستیم هیچ خانه دشمن کسی نمیره ولی خانه دوست فکر کردن ما میریم که یک روز اگر همین مشکل به تو پیش آمد ما بتونیم مهمان نوازی کنیم کاکا جان گوش کنیم ما به شما بگم شما جای افتخار کمال به وطن خو آمدیم شما به دیگه کشور رد نشده بخیر باشید بسیار تشکر بخیر باشید تشکر بخیر بیننده‌های خوب نازنین برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم وقت زیبای شما بخیر باشه هر برادر که کمک کنم هر برادر که بزین مسکینا کمک کنم ما بر روی اردو دیده به جلو همین دوربین یعنی بزین مردم تسلیم میکنیم بخیر باشیم خدا نگهدار شما